سلام علیکم. شوکتی محمد با شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان می کنم. سرخط خبرها: سفر قریب الوقوع امام علی رحمان به اروپا و آمادگی مخالفین به پیشوازش. در اشقابات بین وزارت‌های کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان مشورت‌های سیاسی برگزار شدند. داعش خلیفه نو خود را اعلام کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از 4 تا 12 نوامبر در اروپا خواهد بود. طبق معلوماتی که به ما 2 روز پیش رسید، روز 7 نوامبر او از فرانسه دیدن می کند. با پیام میسر شد از 3 منبع در سطح‌های گوناگون تصدیق خبر را پیدا کند. یک منبع از وزارت کارهای خارجی گفت که آمادگی به سفر 2 هفته است ادامه دارد و به همه آنهایی که مشغول آماده سازی سفر هستند سخت تاکید شده است که از افشای جزئیات سفر خودداری کنند. یک منبع دیگری پیام گفت سفر هرچند طولانی است اما نه به آن حدی که به مثل سفر رئیس جمهوری کشور همسایه شوکت میرزیویف به مقدار 10 میلیون دلار قرارداد به امضا رسد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان سالها تلاش داشت سفر امام علی رحمان به کشورهای اروپایی را تشکیل کند، اما هیچ کشور حاضر به قبول او نمیشد. برای این ناهوده برایی طبق اطلاع منابع پیام، وزارت بارها مورد سرزنش دستگاه رئیس جمهور و شخصی او شده است. در یک برآمدش راهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری گفته بود که به مخالفان میسر شده است جلوی سفرهای امام علی رحمان به کشورهای متمدن را بگیرند. رحمان تمام توانش را به خرج داد تا اینکه چند هموطن تاجیک را از وطن بیرون کند. ولی یک مهاجری تنها، به سفارت، به ارتش، به تلویزیون تاجیک توانست که رحمان را از دنیای متمدن بیرون براند. امروز یگان کشوری متمدن آماده نیست قبول کند دیگر. یکی از دیپلمات‌های اروپایی در وین بود، وقتی که ملاقات داشتیم با سفیرای اروپایی پرسید که دیپلمات‌های شما بسیار زورا و توالا دارند که حداقل یک سفری رسمی ایشان را به اروپا هماهنگ کنیم. نظر شما چی است؟ شما راضی هستید؟ گفتم ما اصولا راضی نیستیم که اروپا نه تنها رحمانوف بلکه یک دیکتاتور دیگر را هم از دنیا قبول کند. اصولا قبول نداریم. اما بگذار بیاد فقط با یک شرط. سفرش رو حداقل 1 هفته پیش 2 هفته پیش اعلام کنید که ملت آمادگیش ببیند. ما راضی هستیم بیاد، منتظرم هستیم، اما پنهانی نیاد دیگر مثل بعضی سفرهای دیگرش که حالا یک وقت میبینید که به کجای سفر کرد. مردم آمادگیش رو ببیند و واقعا هم ما میتوانیم خوب پیشواز بگیریم. چرا نه؟ بعد این برآمد محیدین کبیری فشار بالای وزارت خارجه تاجیکستان افزایش یافته است. فعلا اجازه سفر امام علی رحمان به 3 کشور مهم اروپا، شویتزاریا، چخیه و فرانسه به دست آمده است. این سفر برای رئیس جمهوری تاجیکستان از 2 جهت مهم است: دروغ برآوردن دعوای مخالفان و به جامعه کشور نمایش دادن اعتراف بین المللی پیشوا که در عرصه انتخابات تبلیغی بده نیست. به خاطر این سفر رئیس جمهور شرکت در جشن چهاربینی‌های بخشیده به 25 سالگی قبول سرقانونی کشور را هم لغو کرده است. به نظر می رسد سفر تبلیغاتی به اروپا برایش مهمتر است. یکی از سبب‌های پنهان داشتن جزئیات سفر قریب الوقوع امام علی رحمان به اروپا ترس از تظاهرات مخالفان در کشورهایی است که او می‌خواهد از آنها بازدید کند. هرچند تظاهرات مخالفان علیه رئیس جمهور در تمام دنیا یک کار معمولی است، اما برای امام علی رحمان چنین نیست. منابع پیام میگویند او ترسی فراگیره و حتی میتوان گفت وحشت از کمترین تظاهرات و اعتراض علنی دارد. طبق تخمین کارشناسان این بیشتر به بیماری روانیه که اکثر دیکتاتوران دارند ربط دارد. طبیعی است که با آشکار شدن سفر امام علی رحمان مخالفان در اروپا سکونت داشته به پیشواز او خواهند رفت. برای غافلگیر کردن آنها
امر شده است که سفر تا انجام یافتنش جزئیاتش پنهان نگاه داشته شود. رسانه‌های دولتی هم دستور گرفتند از جزئیات سفر امام علی رحمان در هر کشور بعد ترک آن گزارش دهند و قصد کدام کشور کردنش را اعلان نکنند. اما مخالفین میگویند الکی برای پیشواز رئیس جمهور جدی آمادگی دیده ایستاده اند. Несмотря на то, что визит имама Али Рахмона в европейские страны держался в тайне, в режиме секретности, таджикские политические мигранты в Европе знали о нем заранее и готовились. Как обычно, по нашей традиции, мы встретим имама Али Рахмона с песнями и плясками, будем читать оды в его честь. И, может быть, найдем каких-нибудь европеек, наденем их в атлас. Но это, конечно, шутка. На самом деле мы надеемся, будем стараться, чтобы обеспечить имаму Али Рахмону горячий, очень горячий прием в европейских странах, где он услышит то, на самом деле, как относится к нему таджикский народ и то, что он заслуживает на самом деле. سبب اساسی پنهان داشتن جزئیات سفری امام علی رحمان پیشگیری تظاهرات مخالفین پناهنده تاجیک در اروپا دانسته می شود. چون این گونه تظاهرات ضمن سفری امام علی رحمان به جمهوری چک اواخر سال 2016 تجربه شده بود. الکی نوار پیشوازی مخالفان از امام علی رحمان را نزدیک به 1,200,000 نفر تماشا کرده اند. امروز 1 دکامبر حاضر خواهین ملت امام علی رحمانوف آمده است. امام علی دیکتاتور، امام علی دیکتاتور، امام علی دیکتاتور، خائن ملت، مرگ بر رحمانوف. قاتل یا جومر، مرگ بر رحمانوف. Stay here. I said you will stay here. Stay here. No. You can go. Stay here. خائن ملت. خائن ملت، مرگ بر رحمانوف. مرگ بر رحمانوف. خائن ملت رحمانوف. رحمانوف دیکتاتور. استعفا رحمانوف. دیکتاتور. رحمانوف دیکتاتور. رحمانوف دیکتاتور. رحمانوف دیکتاتور. رحمانوف دیکتاتور. آن زمان امکانات پیشواز مخالفین نهایت محدود بود، چون 90% مخالفین قبول پناهندگی نداشتند و امکان سفر هم نداشتند. حالا باشد امکاناتی به پیشواز امام علی رحمان برآمدن هزارها نفر فراهم شده است. محمد اقبال صدرالدین، فعال سیاسی تاجیک که در اروپا پناهنده است، میگوید امام علی رحمان به پیشواز واقعی مردم کشورش روبرو خواهد شد و آنچه باید به او گفته شود گفته خواهد شد. البته سفر امام علی رحمانوف اولا از سوئیس یا شویتزاریا آغاز می‌یابد. باز هم حدس و گمان‌ها در مورد آن مبالغ دزدی که از مردم کشور تا با امروز با عائله کبیرش دزدیده جمع نموده است، امکان است که مبالغ را به آنجا تسلیم نماید یا اینکه در بانک‌های اونجا بگذارد پسنداز، یا اینکه برای عوضی یعنی رقم سری یا اینکه اون انگشت میتواند باشد اون را با انگشت خود را با انگشت شخصی دیگری عوض نماید. البته اگر اهمیت بدیم دولت سوئیس یکی از دولت بانک هاست و با این معروف است و پس از آن تشریف میارند به فرانسه و پاریس که تاریخ 7 نوامبر در
یکی از کمپانی های معروف فرانسه که برای جمع آوری تاجران و آنانی که سرمایه گذاری باید بکنند میخواهد ملاقات و صحبت ها و غذای شامش را اونجا یعنی بخورند و با آنها صحبت نمایند. یک صحبتی سری یک پیاله چای یا اینکه خوب دیگر دعوت هایی که اونجا باید انجام بدهد تا اینکه تاجیکستان یک دولتی دموکراتی، حقوق بنیاد، آزاد، یگانه، یعنی که چنین سخنهای بالاخانه‌دار را بگوید تا اینکه تاجرانی که میخواهند در اونجا شرکت کنند به تاجیکستان اونها را دعوت کنند. البته ما از سفر ایشان خوشحالیم بیایند تا اینکه با چشم خود ببینند که آن پیشوازگیری ها و آن پیشوای ملتگویی هایی که در داخل کشور از او می نمایند و در نزدش یعنی کرنه و سرنه و در نزدش گل ها می پاشند تا اینکه خوش آمدید پیشوای ملتگویان برایش خطاب میکنند، بیاید تا ببیند که آیا واقعا ملت تاجیکی که از اون نمی ترسند در خارج و میدانند که ظلم و فشار او در اروپا برای اونها نمیرسد چگونه از او استقبال میگیرند و چگونه او را در رسانه ها معرفی میکنند و چگونه عملهای را برای معرفی بیشتر امام علی رحمانوف برای هم اروپایی ها هم برای جهانیان و بار دیگر برای مردم داخل چگونه او را معرفی میکنیم. در مورد اینکه ما چگونه اقدامات را یعنی روی دست گرفتیم، البته این هم فعلا نمیتوانیم همه آنها را بگوییم و این را میگذاریم برای اینکه ما چی کارهای را انجام میدهیم و عملا آن را در آن شب و روزها همه ملتی تاجیک، همه مردم کشور خواهند دید. طوری که خبر سفر امام علی رحمان به اروپا را خبرگزاری از پلیس نیز نشر کرده، نظر کارشناسان را در این باره روی صفحه آورده است. هرچی هم باشد این سفر برای امام علی رحمان به مثل گذشتن از پلیس صراط است و مشکلی های خود را دارد. کارشناسان تاجیک بر این نظرند که دوشنبه رسمی به دستگیری کشورهای اتحاد اروپا در بخش‌های اقتصاد و مالیه و سرمایه گذاری و امنیت دست یافتن است. به عقیده اکثر کارشناسان سفر قریب الوقوع امام علی رحمان به اروپا برایش آسان نخواهد بود. در اروپا برای رئیس جمهور تاجیکستان درباره وضع آزادی بیان در کشور، قطع دسترسی به سامانه‌های اینترنتی، معرکه‌های انتخابات پارلمانی در اول بهار و پرزیدنتی در تیر ماه سال 2020 سؤال‌های دشوار خواهند داد. ناگفته نماند که امام علی رحمان گرگ باران دیده است، چون برنامه یک دو روزه نه برای 8 روز ماندن در اروپا برنامه دارد. البته که غم رفتن خس و خاشاک پیش پایش را حتما خورده است. بنا به معلومات دریافتی، صدها دانشجویان و شخصان علاهیده را سفارتخانه های تاجیکستان در اروپا به پیشواز رئیس جمهور آماده کرده اند. این هم باید گفت که طبق بعضی معلومات های دیگری تایید نشده، انتظار می رود در این سفر امام علی رحمان مخالفین ناگفته های خود را روبرو به رئیس جمهور خواهند گفت. اما امکانیت به مخالفین دست خواهد داد یا نه معمای وقت است. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه واحده بشنوید. 4 بلاگری تاجیکی متهم به نشر نوار درباره زنان تنفروش عفو شدند. این در حالی است که چندی از تنفروشان گفته بودند که می‌خواهند این بلاگران جزا گیرند، چون نشر نوار در شبکه‌های اجتماعی به زندگی و آبرویشان لطمه زده است. بررسی پرونده 4 بلاگر روز 1 نوامبر در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه زیر ریاست دادرس احمد بابازاده برگزار شد و اعلام کرد که بلاگران مورد عفو قرار گرفتند. در مرافعه هیچ یکی از زنان دعواگر حضور نداشت. یادآور می‌شویم که ماه یونی امسال پس از نشر یک نوار درباره زن‌های تنفروش از سوی 4 بلاگر تاجیک رستم اشورف، بهروز شریفی و یوسف جانی دولت مراد به ضد آنها با ماده 144 کدکس جنایی پرونده بازگردید. این بند قانون برای غیرقانونی جمع و پهن کردن معلومات درباره حیات شخصی از 10 تا 25 هزار سومانی جریمه و یا 1 سال کارهای اصلاحی را پیش بینی می‌کرد. نوار بلاگران تاجیک و برخورد مقامات به آن در شبکه‌های اجتماعی و کنش‌های مختلف به بار آورد.
این قضیه هم بحث حمایتگر داشتن تنفروشان در میان ملیساها را داغ کرد. اکثر کاربران اینترنت به این عیبه که به بلاگران جوان نسبت داده شد ناراضگی کردند و گفتند که مقامات باید به جای پرونده جنایی به جوانان به مشکل تنفروشی و از بین بردن این پدیده بیشتر توجه نمایند. نیروهای ترکیه و روسیه نخستین پاسبانی یکجایی خود را 1 نوامبر در شمال شرق سوریه سر کردند که از روی سازشنامه هفته گذشته میان انقره و مسکو به دست آمده است. وزارت دفاع ترکیه در توییتر خبر داد که پاسبانی یکجایی با جزهای زمینی و هوایی در شرق شهر سرحدی دربسیه سوریه ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه قبول کرد که پاسبانی یکجایی از کارمندان پلیس نظامی روسیه و مرزبانان ترکیه در گذرگاه سرحدی دربسیه آغاز شده است. کاروان از یک چند ماشین‌های زیره‌پوش عبارت است. از جمله ماشین‌های روسیه BTR-82، تیگر و تایفون و کیرپی ترکیه. آنها باید منطقه بیش از 110 کیلومتر را نظارت کنند. تلویزیون دولتی ترکیه خبر داد که کاروان یکجایی منطقه میان دربسیه و قمیشلی را در فاصله 10 کیلومتر نظارت می‌کند. قواهای دموکراتی سوریه با راهبری کردها آغاز پاسبانی را تصدیق کردند. ترکیه پس از آنکه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که 9 اکتبر قسم زیادی نیروهای آمریکا را از شمال و شرق سوریه میبرارد، به نیروهای تحت رهبری کردها حمله کرد. در اشقابات بین وزارت‌های کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان مشورت‌های سیاسی برگزار شدند. هیئت تاجیکستان را وزیر کارهای خارجی سیراج‌الدین موهریدین راهبری نمود. طبق اطلاعیه دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، در ملاقات موضوعهای مبرم دوجانبه از جمله رشد منبعده مناسبت‌های تاجیکستان و ترکمنستان در ساحه‌های گوناگون، همکاری دوجانبه اقتصادی، مسائل امنیتی منطقوی و مبارزه با خطر و تهدیدهای معاصر، همکاری در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، مسائل تکمیل زمینه حقوقی دوجانبه، اینچنین همکاری خدمات کنسولی بررسی شدند. گفتنی است سالهای اخیر بدون اعلان سببها در مناسبت بین ترکمنستان و تاجیکستان سردی احساس می شود. مقامات ترکمنستان سال گذشته و امسال نیز زیاده از 1000 دانشجویان ترکمن را که در دانشگاه‌های تاجیکستان تحصیل می‌کردند اجازه نداد که به تاجیکستان سفر کنند و تحصیلشان را ادامه دهند. علاوه بر این به تاجیکانی که در ترکمنستان تحصیل می‌کردند سفارت این کشور در تاجیکستان روادید نداد. منع ماشین‌های باربری تاجیکستان به قلمرو ترکمنستان شروع شده بود. مقامات این کشور به صدها ماشین و قطار عازم تاجیکستان اجازه ندادند که از ایران به قلمرو این کشور وارد شده به تاجیکستان برسند. سازمان جنگجوی موسوم به خلافت اسلامی گروه داعش 4 روز پس از کشته شدن ابوبکر بغدادی حقیقتی به قتل رسیدن سرکرده این گروه افراطی را تایید نمود و جانشین وی را نیز اعلام کرد. داعش با انتشار یک پیام صوتی ابراهیم الهاشمی القریشی را به عنوان جانشین ابوبکر بغدادی معرفی کرده است. ایالات متحده آمریکا روز 27 اکتبر اعلام کرد که در جریان عملیات رهبری داعش در تونل گیر انداخته شد، اما بغدادی با فعال کردن کمربندی انتحاری خود را منفجر کرد. دونالد ترامپ ساعت پس از انجام این عملیات طی سخنان با تشریح جزئیات این عملیات مرگ ابوبکر بغدادی را تایید کرد. پنتاگون نیز پس از آن اعلام کرد که مانده‌های جسد ابوبکر بغدادی به اقیانوس ریخته شده است. یک مقام پنتاگون که نخواست نامش افشا شود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه قتل بغدادی و به آب انداخته شدن مانده‌های جسدی او را تصدیق کرد، اما از ذکر جزئیات بیشتر درباره محل به آب انداختن بقیه جسد سرکرده داعش خودداری کرد. در پیام صوتی 7 دقیقه‌ای که به گروه داعش منتسب شده، این گروه افراطگرا همچنین تهدید کرده است که انتقام جانی رهبری سابق خود را می‌گیرد. داعش به ویژه آمریکا را خطاب این تهدیدی خود قرار داده است. ابوبکر بغدادی سال 2014 بالای منبر مسجد نور موصل اعلانی خلافت کرد. پس از این مناطق وسیع در خاک سوریه و عراق با جمعیت 7 میلیون نفر را داعش به دست گرفت. با همین بغدادی به مهمترین مردی در تعقیب دنیا تبدیل شد. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net پیگیری کنید. هر رویداد و خبری را شاهد شدید
لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شد لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا هفته دیگر.